نجات از نیران. نامش چی؟ رمضان. نامش چی؟ رمضان. ماه رحمت و غفران، ماه نجات از نیران. نامش چی؟ رمضان. نامش چی؟ رمضان. آن هست کلام الله نازل شد بر مصطفی. نامش چی؟ قرآن. نامش چی؟ قرآن. آن هست کلام الله نازل شد بر مصطفی. نامش چی؟ قرآن. نامش چی؟ شبیست در رمضان، در آن نازل شد قرآن. نامش چی؟ شب قدر. نامش چی؟ شب قدر. شبیست در رمضان، در آن نازل شد قرآن. نامش چی؟ شب قدر. نامش چی؟ شب قدر. آن غاری که بود محمد، روز و شب در آن متعبد. نامش چی؟ غار حرا. نامش چی؟ غار حرا. آن غاری که بود محمد، روز و شب در آن متعبد. نامش چی؟ غار حرا. نامش چی؟ غار حرا. نازل کرد بر مصطفی قرآن آورد از بالا. نامش چی؟ جبریل. نامش چی؟ جبریل. نازل کرد بر مصطفی قرآن آورد از بالا. نامش چی؟ جبریل. نامش چی؟ جبریل. اولین کلمه بود در قرآن الله فرمود. نامش چی؟ اقرأ. نامش چی؟ اولین کلمه بود در قرآن الله فرمود. نامش چیست؟ اقرأ. نامش چی؟ یا الله حب قرآن در دلهای ما گردان. در راه دین و ایمان ما را قبول بگردان. در جنات خدایی بده ما را تو جایی. راضی باش از ما یا رب در هر روز و در هر شب.